دوستای گل، امروز اومدیم که به شما آموزش بدیم که شما چجوری میتونید 2 میلیارد سکه رو همینجوری مفت و الکی دریافت کنید. خیلی ساده هستش که واقعا شما میتونید 2 میلیارد سکه رو دریافت کنید. بچه ها برای این کار اول سکه ها شما کم هست، وارد تنظیماتتون میشید. از این قسمت روی گزینه مدیریت و عمومی میزنید، بعد میزنید تاریخ و ساعت، اینو خاموش میکنید و روی 2036 تنظیم میکنید، 36 یا 37 آخرین 2036 تنظیم میکنید. از اینکه تنظیم کردید و همین راحتی برای شما میاد. حتما زمان و تاریخ رو خاموش کرده باشید. بعد این بعد بزنید دیگه زمان تاریخ و خودکار رو روشن نکنید. به همین سادگی شما میتونید 2 میلیارد سکه رو رایگان به دست بیارید. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو دنبال تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.